عمو نخل، آهای عمو نخل، پاشو، یه خبر مهم دارم برات. بیدار شو دیگه. سلام بر هدهد دانا. چه عجب، از این طرفا چی شده این وقت سحر؟ سلام عمو نخل، اومدم یه خبر خیلی مهم رو بهت بدم. چی شده؟ امروز همون روز موعوده. امروز قرار پیامبر اسلام که با مسلمونا به آخرین سفر حجشون رفتن از این مسیر برگردن و در کنار این برکه توقف کنن. امروز تو میتونی به آرزوت برسی. خدایا شکرت، بالاخره من هم به آرزو میرسم و پیامبر خدا رو زیارت میکنم. خدایا ممنونم. ولی تو امروز فقط پیامبر خدا رو نمیبینی. یعنی چی؟ منظورت چیه؟ تو امروز امیر المومنین را نیز خواهی شناخت. امروز پیامبر جانشین خود را معرفی خواهد کرد، همو را که علی ابن ابی طالب میخوانند. عمو نخل، خوب به سخنان پیامبر گوش کنید و دستورات ایشان را تا آخر مو به مو اجرا کنید. اگر کسی لغزشی کند و از فرمان پیامبر سرپیچی کند، تا به قیامت گرفتار لغزش خود خواهد بود. ممنونم هدهد دانا. امیدوارم که بتونم تمام فرامین پیامبر خدا را اجرا کنم. خدایا شکرت که امروز هم پیامبر خدا را خواهم دید و هم جانشینش علی امیر المؤمنین را. من در زمان موعود باز هم به اینجا برمی گردم. خب بچه ها، همونطوری که دیدید هدهد دانا عمو نخل رو از اتفاق بزرگی که قرار بود امروز بیفته با خبر کرد. عمو نخل سالهای خیلی زیادی رو منتظر شده بود تا امروز این اتفاق بزرگ رو مشاهده کنه و البته مژده اون اتفاق رو از پدرانش شنیده بود و به نخلک هم که نخل جوان کنار عمو نخل بود این خبر بزرگ رو داده بود. اونها خیلی خوشحال بودن و مشتاق بودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان رو زیارت کنن. آهای زود باشید، بیدار شید، چقدر میخوابید؟ امروز روز مهمیه. چی شده عمو جون؟ صبح به این زودی چرا صدامون میکنی؟ مگه امروز چه خبره؟ امروز همون روز موعوده، روزی که این همه وقت منتظرش بودم. از پیری به سرت زده؟ چرا نمیذاری یه ذره درست و حسابی بخوابی؟ بذار سرمون تو لاک خودمون باشه. لاکی جون، تو که 3 برابر عمو نخل سن داری، به عمو نخل میگی پیر؟ ضمناً شما که همیشه خوابی، شما دیگه چرا از بیخوابی ناراحتی؟ ای بابا، کی ما از دست این نخل مردنی اون لاک پشت عتیقه راحت بشیم؟ سر صبحی اگه گذاشتی درست حسابی بخوابیم؟ عمو جونم، امروز چه خبره که باید اینقدر زود بیدار شی؟ اونقدر هم خبر مهمی نیست. باز لابد یه عده آدم میخوام بیان از اینجا رد بشن و خواب و خوراک رو از ما بگیرن. این پیر خرفته هم فکر میکنه قراره اینجا چه خبر مهمی بشه. ول کنی. اون آدمایی که از اینجا دارن رد میشن معمولاً از زیارت خانه خدا برمیگردن. عمو جان، همون اتفاقی که بهم وعده دادید، همون چیزی که من فکر میکنم، بالاخره زمانش رسیده. ایشون دارن به اینجا میان.
یعنی دارم به آرزو میرسم بالاخره؟ اونقدر هم خبر مهمی نیست. باز لابد یه عده آدم میخوان بیان از اینجا رد بشن و خواب و خوراک رو از ما بگیرن. عمو جان کی میرسن؟ هد گفت تا قبل از ظهر میرسن.